It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Emomali Rahmon, President of Tajikistan. محترم جناب رئیس، خانم و جنابان، پیش از همه میخواهم به حکومت جمهوری عربی مصر برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت برگزاری اجلاس امروزه مینتداری خود را ابراز نمایم. خشکسالی و آبخیزی‌های بی‌سابقه سال روان در جهان و از آن جمله در منطقه آسیای مرکزی بار دیگر ثابت بودند که تغییریابی اقلیم از عمده‌ترین مشکلات جهان باقی میماند. تاجیکستان با 93% حدود کوهسارش در برابر تغییریابی اقلیم خیلی آسیب پذیر می باشد. آفت‌های طبیعی وابسته به این روند همه ساله به اقتصاد کشور ما صدها میلیون دلار خسارات وارد کرده در بسیار حالت باعث تلفات جانی می گردند. قابل ذکر است که حصه تاجیکستان در حجم پرتوهای گازهای گلخانه‌ای خیلی ناچیز است و در این رده‌بندی کشور ما در جای 130 قرار دارد، یعنی از روی اندازه پس چنین پرتوها موقع پیشرفت را اشغال می‌نماید. زیاده از 98% نیروی برق در تاجیکستان از حساب ذخیره‌های برقرار شونده، یعنی انرژی سبز بخصوص هیدروانرژتیکا به دست می آید و از روی این نشان دهنده ما در جهان در مقام ششم قرار داریم. همزمان ما نقشه داریم که تا سال 2050 حصه خود را در اجرای استراتژی صفر پرتو توسط رشد انرژی سبز باز هم افزایش دهیم. حکومت تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم 2030 و یک قطع صنعت‌های دیگر را قبول نموده است. محترم جناب رئیس، ذخیره‌های آب در روند مطابق شوی و استوارناکی با تغییریابی اقلیم همچنین کاهش دادن عاقبت‌های آن نقش کلیدی دارند. افزایش آفت‌های طبیعی وابسته به آب رابطه ناگسستنی ذخیره‌های آن را با تغییریابی اقلیم تاکید می‌نماید. امروز ذخیره‌های آب زیر تاثیر جدی تغییریابی اقلیم قرار دارند. نمونه واضح این پدیده را ما در آبشوی با سرعت پیریخ‌ها در سطح گلوبالی از جمله پیریخ‌های تاجیکستان مشاهده می‌نماییم. طی چند ده ساله آخر از 13,000 پیریخ ما 1,000 پوره از بین رفته است. با در نظر داشت آن که پیریخ‌ها و دیگر منبع‌های آبی تاجیکستان که در حدودش 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی تشکل می‌یابند، این روند به نقشه‌های استفاده بری آب در کشورهای منطقه مشکلات علاوه‌ای را به بار خواهد آورد. در این زمینه ما در دایره ائتلاف آب و اقلیم پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلام کرده شود. همزمان با این ما در دایره تلاش‌هایمان برای آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد که ماه مارس سال 2023 تحت ریاست تاجیکستان نیدرلند برگزار می‌گردد، همبستگی آب و اقلیم را به حیث یکی از موضوعهای اساسی کنفرانس پیشنهاد نمودیم. ما همچنین در کنفرانس دوم دوشنبه آید به دستورالهای آب طرح روزنامه عمل در ساحه آب را که باید عهده‌داری و عملها را
در چارچوب کنفرانس سال آینده به هم آورد منظور نمودیم. اطمینان دارم که کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و همه جانبهای منفعتدار توسط اشتراک فعال گرفتن عهدهداری و صورت بخشی عملها در تطبیق این مسئولیت بزرگ ما را دستگیری خواهند کرد. به همه ما نتیجه های باقرار از اجلاس امروزه و در راه به سوی کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال آینده یگانگی و همدلی آرزو می نمایم. از توجهتان سپاسگزارم.